به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک قصه سیاد هر روزه ما و شما نقل نمایم. و این قصه پدری بیرحم نام دارد. و اگر در وقت گفتن این قصه به خدا که راه دهم، الهی الله تبارک و تعالی مرا مغفرتم کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. در یک شهر خرده یک مرد با همسر و 3 نفر فرزندان خردسال خود زندگی میکرد. زندگی آنان تا وقتی که این مرد خانه به مهاجرت محنتی میرفت با خوش خرسنده میگذشت. این مرد بعد اونی که به مهاجرت میرفت طول 6 ماه هر روز از حالت اهل خانواده خود با واسطه تلفن موبایل خبر میگرفت. ولی بعد گذشتن چند وقت این مرد زنگ زنی را کلا قطع کرد و در اون شهر مسافری با یک زن راهزنی شناس شده فریفته حسن اون زن نابکار می شود و با اون زن زندگی می کند. بعد 2.5 سال مرد به وطن بر می گردد. لیک وقتی به خانه خود در آمد، در روی اون مرد هیچ نشان خرسندی نبود و حتی به فرزندان خردسال خود داد زدن گفت: این پای افضال مرا برده شسته به نزد من بیار، من کار ضروری دارم. فرزند که خود خردسال بود و سختی دنیا را نمیدانست، سرخم کنان پای افضال پدر را گرفت و شسته آورد. لیک اونها با چه آرزو و امید بوسه پدر را انتظار بودند. و روز دیگر این مرد بر وقت خیست و ساعت 5 سحر اون کودکان خردسالی که وقتی شیرین خوابشان بود اونها را بیدار کرد و گفت: با زودی حوله خانه را تازه و آزاده کنین، مهمان عالی قدری می آید. و بعد آمدن اون مهمانهایش فرزندان را به حجره پنهان کرد، چون اون مهمانها خریدار خانه این مرد بودند و برای آنکه این کودکان برای فروش خانه خللدار نشوند، فرزند داشتن خود را از اون خریداران پنهان کرد. خلاصه اون خریداران به این مرد 1 هفته مهلت دادند تا اینکه اون لوازمات ها و اسباب خانگی خود را به خانه خود برد. یعنی این مرد با اون خریداران گفته بود که بیرون از شهر یک خانه 3 حجرگی دارد و خریداران به گفته های این مرد نابکار باور کردند. و در دام اون مهلت 1 هفته نهی که خریداران داده بودند، این مرد نابکار زن و فرزندان خود را عذاب و شکنجه بسیار میداد. وقتی که پول خانه‌اش را گرفت، باز از وطن فرار کرده به نزد اون زن نابکاری یافته‌اش رفت، در اون حالی که زن و فرزندان خردسال این مرد بی خانه و درمانده بودند. پس از این همسر این مرد با 3 نفر فرزندان خردسال در یک بینای اجاره نشینی میکرد. لیک با مدد الله تبارک و تعالی برادران این زن جبر دیده از حال خواهر یگانه خود با خبر شده او را به خانه خود برده، از برای آنی که این خواهرشان در عائله فرزند اول بود او را مثل مادر احترام میکردند و فرزندان او را با جان و دل دوست میداشتند. و این خواهر جبر دیده با مدد الله و غمخواری برادران فرزندان را به وی رسانیده صاحب علم و کسب و عائله میکند. و این خواهر از دین خود و از قانون و قاعده آن با خبر بود و به هر روز سختی صبر میکرد. روز میشنود که شوهر او را اون زن نابکار یافته‌اش بدون 1 تنگه از خانه رانده است و آن مرد
با یاری هموطنان به وطن برمیگردد. لیکن از این مرد نابکار همه برادران و خواهران و یار و دوستان روی گردانیده بودند، بغیر اون زن جبر دیده، یعنی همسر مؤمنه این مرد نابکار. یعنی وقتی این خواهر شنید که شوهرش در حال وزنین است، به فرزندان امر کرد تا پدر خود را به خانه آورند. فرزندان همه برابر گفتند مادر، آخر اون مرد ما را پرتافته رفت و مردم نیز چی میگویند؟ مادر گفت فرزندان من، پیش از همه چی واقعی روی نداده باشد، اون مرد پدر شماست و بعداً مردم که از درد ما بیخبر است و من که از دین خود باخبرم، من ترس از الله تبارک و تعالی دارم. برای من رضای الله تبارک و تعالی در جای اول می‌ایستد، نه این گفته های مردم. پس بهر رضای الله تبارک و تعالی روین و پدر خود را به خانه آرین و به او غمخواری کنین. این 3 نفر فرزندان اون پدر را به خانه میارن، یعنی اون مرد نابکاری که این 3 نفر فرزندان شیرین خود را و اون همسر مؤمنه خود را ترک کرده رفته بود، اونها این نابکار را به خانه میارند و به او غمخواری میکنند. برادران عالی قدر من، ای شخصانی که ایمان به خدا آوردی و خود را انسان و خود را مسلمان می حسابی، در خاطر دار که هر یک ما موافق هر یک کار خود یا اینکه جزا و یا اینکه تحفه خود را میگیریم. یعنی وقتی که یک کار خطا کردیم حتما جزا ما را انتظار است، و اگر نه به کسی یاری رساندیم و اینکه کار ثوابی کردیم، انشاءالله خداوند برای ما و شما تحفه زیبایی را و بی‌بهایی را آماده کرده است. بس به قدر فرزند، به قدر اهل خانواده خود رسیده، فریفته اون حسن 2 روزه زنهای نابکار مشوین و همسران خود را دوست دارین و اونها را احترام کنین. برادران و خواهران حق اسلامی من، بنده تا قدر امکان قصه ها و روایت های حیات را برای شما ثبت می کنم. بعضی از قصه های ما البته در حیات ما و شما روی نداده است و الهی روی ندهد، لیکن این قصه هایی که می گوییم بسیاری اونها از حیات هر روزه ما و شماست. این قصه ها را من از هیچ کتاب ها و هیچ دفترهای تاریخی نمی خوانم. برادران عالی قدر من، این قصه ها از اون روزگار هر یک ما و شما، اون پستی و بلندی که بنده با چشم خود دیدم و با گوش خود شنیدم، اونها را به طور کوتاه یک قصه تربیتی کرده به سمع شما میرسانم. ای الهی اگر در رفتی پند و نصیحت ها و یا اینکه قصه ها به دل شما آزار داده باشد، از همه شمایان معذرت میخواهم. بنده خواهش یگانه من این است که در بین هر یک ما و شما حرمت و احترام، مهر و شفقت، رحم و عاقبت، دوستی و برادری مستحکم باشد. و الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را از فتنگران، از نابکاران، از راهزنان، از آن غفلت ماندگان و از گمراهان در پناه خود نگه دارد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست و برادری شما، امید رحمت.